سنت نماز را نخوانیم در نزد خدا گناهگار میشویم. البته البته شما سنت های نماز هاتون هر نمازی که خواب بامداد است، این پیامبر میگه رکعتان من الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. دو رکعت نماز سنت بامداد بهتر است از دنیا و آنچه در دنیا است. وقتی توی را نمیخوانی این قدر اجر و پاداش از دست میدی، همین نشانه بگیم که خیرت و دانش و توفیق ته. اگر همین نمازها را نخواندن لازم میشه، چرا پیامبر خواندش؟ چرا با تاکید کرد که در یک روز سنتایی که 5 وقت ما میخوانیم در نمازهای 5 وقته سنتای مؤکدن تاکید کردن؟ برای وقتی تاکید شده را که ترک کردی البته گناهگار میشه.